برای ساخت منوی دیجیتال ابتدا لازم هست شما تا دسته‌بندی محصولات و محصولاتتون رو وارد کنید. برای این کار از بخش منوی سمت راست بخش محصولات رو انتخاب میکنید. ابتدا بر روی دسته‌بندی محصولات میزنید. در این قسمت برای اضافه کردن دسته‌بندی جدید بر روی ایجاد دسته‌بندی کلیک میکنید و نام دسته‌بندی رو وارد میکنید. من اینجا نام پیتزاها رو وارد میکنم و در قسمت بعدی اولویت نمایش رو براش قرار میدم. اولویت نمایش هر چقدر عدد پایین تری داشته باشه در قسمت بالاتر سایت قرار میگیره و آیکون در سمت راست بر اساس اولویتی که شما میدید قرار میگیره. من در اینجا اولویت پیتزاها رو اولویت 1 در نظر میگیرم. بعد از قسمت انتخاب آیکون مورد نظری که برای اون بخش دوست داریم دیده بشه رو انتخاب میکنیم و در نهایت روی دکمه ثبت میزنیم. همونطور که مشاهده میکنید پیتزاها ثبت شد. مجدد یک دسته‌بندی دیگه به اسم برگرها ثبت میکنیم. در این بخش اولویت نمایش رو روی 2 قرار میدیم و آیکون مورد نظرمون رو مجدد برای این دسته‌بندی انتخاب میکنیم. دسته‌بندی برگرها هم ثبت شد. در مرحله بعد نیاز هست که ما محصولاتمون رو تعریف کنیم. برای این کار از منوی سمت راست به راحتی محصولات رو انتخاب میکنم. اینجا بر روی دکمه ایجاد محصول جدید میزنم. نام محصول رو من میخوام ماشروم برگر رو تعریف کنم. ماشروم برگر رو تایپ میکنم. دسته‌بندیم رو برگر انتخاب میکنم. کد محصول من قصد دارم بر محصولات برگرم کد 5000 رو در نظر بگیرم. قیمت محصولم رو انتخاب میکنم. مثلا 210,000 تومان. اگر قیمت بسته بندی داره اینجا قیمت بسته بندی رو هم در نظر میگیرم. من 5000 تومان هم برای بسته بندی در نظر میگیرم. 50,000 ریال. زمان ارائه در ویدیوهای بعد در صورت اینکه از پلن های رشد پیشرفته و حرفه استفاده کنید در اون مباحث بهتون آموزش داده خواهد شد. من ادامهش رو براتون توضیح میدم. اینجا اگر توضیحاتی محصولات شما داره میتونید اضافه کنید. من به عنوان مثلا توضیحات برگرم رو اضافه میکنم. سایز محصول، اگر محصولات شما سایزهای مختلف داره میتونید اینجا وارد کنید. من هیچ توضیح اینجا وارد نمی کنم چون سایزی نداره محصولم. اولویت محصول رو چون میخوام اولین برگری باشه که به مشتری نشون داده میشه اولویت رو 1 میذارم. زمان آماده سازی رو اینجا مشخص میکنم 20 دقیقه. نمایش در منوی سایت یا شعبه مجازی رو اینجا میذارم تیکش بمونه و محصول رو فعال میذارم. اگر محصولتون بیرون بر هست میتونید این تیک رو هم بزنید. بارگذاری عکس رو انجام میدم و در نهایت روی ثبت بتمان میزنم. همونجور که میبینید برای من ثبت شد. محصولات دیگه هم به همین صورت اضافه میکنم و بعدش به سراغ صفحه آرایی و طراحی منوی دیجیتال خواهیم پرداخت. همونطور که مشاهده میکنید منوی دیجیتال ما ساخته شد و همونطور که میبینید رنگ دکمه های ما به صورت قرمز هست. برای اینکه بتونیم این رنگ ها رو تغییر بدیم باید وارد پنل کاربریمون بشیم. از داشبورد کناری به قسمت تنظیمات بریم و سپس در قسمت تم رنگی رنگ های مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. ما برای این کار یک راهنما در اینجا قرار دادیم که میتونید این رو مطالعه کنید تا بتونید بهترین انتخاب ها رو داشته باشید. همچنین ما 2 مدل قالب داریم. یک قالب 1 که
همین الان مشاهدهش کردید و قالب شماره 2. قالب شماره 2 حالت داره. یک حالتش لایت مود یا حالت روشن هست و یک حالت دارک مود و حالت تیره رو داره. ما برای اینکه تغییرات رو ببینیم ذخیره رو میزنیم در حالت لایت مود و وارد منو میشیم و یک رفرش میکنیم. همونطور که میبینید حالت منومون تغییر کرد. این تغییرات هم برای نسخه موبایل و هم برای نسخه PC یا کامپیوتر همزمان اتفاق خواهد افتاد و لازم نیست شما تغییرات رو به صورت جداگانه انجام بدید. حالا ما میخوایم یه ذره این موضوع رو بیشتر کاستوم کنیم با توجه به تم رنگی کافم. من به خاطر همین دارک مود رو انتخاب میکنم با توجه به تم رنگی کافه پیش‌فرضم و رنگ مورد نظرم رو از رنگ لوگوم انتخاب میکنم به این صورت و در نهایت روی دکمه ذخیره سازی میزنم. مجدد به منوم میرم و منوم رو یک بار رفرش میکنم. همونطور که میبینید تغییرات اعمال شده. در این قسمت میخوایم تصاویر اسلایدر رو به منوی دیجیتالمون اضافه کنیم. برای این کار لازمه که شما وارد پنل کاربریتون بشید، از منوی سمت راست وارد بخش تنظیمات میشید و همینطور که مشاهده میکنید بخش تصاویر و اسلایدر باز میشه براتون. در اینجا شما امکان بارگذاری 6 اسلاید رو دارید. برای اینکه بتونید اسلاید بهتری بسازید میتونید از فایل راهنما کمک بگیرید. همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت فرمت اسلاید ها و همچنین سایز اسلاید ها براتون نوشته شده. من به عنوان مثال 2 تا اسلاید رو انتخاب میکنم تا شما بتونید مشاهده کنید. پس از بارگذاری دکمه ذخیره رو میزنیم و منتظر میمونیم که بارگذاری اسلاید انجام بشه. همونطور که میبینید بارگذاری انجام شد و بعدش اسلاید دوم رو بارگذاری میکنم و ذخیره رو میزنم. حالا به منوی دیجیتال هم میرم و یک بار رفرش میکنم. همونطور که میبینید اسلاید ها به منوی دیجیتال من اضافه شد.